سلام به همه اهالی محترم صنعت موشکافی. میگم آقا عجب باغ وحشیه این نظام ولایت فقیه. این همه زور زدن که دونه درشتا رو رد صلاحیت کنن ولی چاره نشد که نشد. حالا همین کاندیداهای فیلتر شدم افتادن به جون هم و حالا پاچه نگیر کی پاچه بگیر. ملاحظه بفرمایید. میخواستیم اون تهدید تبدیل کنیم به فرصت. آمریکا چیکار میخواست بکنیم؟ میخواست بگه ایرانیا دنبال بمبن. ما میخواستیم چیکار کنیم؟ ما میخواستیم بگیم آمریکا دروغ میگه. ایران دنبال بمب نیست. امروز هم نیست. فردا هم نخواهد. چون رهبری نظام فرموده حرامه. ما نذاشتیم به ایران حمله بشه. در اون شرایط حساس این شیخ فری روحانی که از متخصصین کارکشته تنش‌زدایی و مماشاته با همین دو جمله یه لنگ کفش پاره فرستاد واسه فیس جلیلی. جلیلی هم نه گذاشت و نه برداشت، یه موج سنگین رفت واسه عمامه اصلاحاتی ها. بزن بری. اگه کسی بخواد با تهدید به تنش مثلا بگه من تهدید میکنم به حمله نظامی، بعد بر این اساس اگر این کار رو نکنید من تهدید نظامی میکنم. خب تهدید نظامی یک تنشه، بعد ما بگیم ما هم سیاستمون تنش صدایی است، پس هیچی، این کار رو ازش برمی‌داریم برای که تهدید نظامی نشود. این که اوج ذلت هست برای یک کشور. کسانی نباید بیان با یک شعارهایی که ظاهرش خوب هست اتفاقا با اون شعارهای اینفورمی است که میتواند برای کشور تهدید بیاد و تنش‌های بیشتر تحمیل بشود. ای بابا دست بردار بابا اسفناج. شما تو تنش زدایی بین باندا و جناهای خودتون موندی، بعد دنبال تنش زدایی با دنیایی. بیا این از مصاحبه شیخ فری و تیویریش که فقط مونده با مجریه بره تو مایه سرزیر بغل. بگی منو این حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه. ببینید در سعدآباد یا مذاکرات تهران اصلا قراردادی نبود. اینا مال بی‌سواداست. شما که الحمدلله تو این کار واردید. حالا ممکنه تو گوشی به شما بگن، اونی که گوشی به شما میگه بلد نیست. قاعدتا خود شما بلدی، تصحیح کن. UCF هم تعطیل شد. عجب، شما کجا بودی اون وقت؟ UCF ما تکمیل کردیم. UCF میدونید کی افتتاح شد آقای عابدینی؟ خوب تاریخ رو بخونید. ما مذاکرات تهران را در مهر 82 انجام دادیم. UCF میدونید کی افتتاح شد؟ این همون بد اخلاقی هاست که قبلا گفتم این صدا و سیمای شما از بس اون بد اخلاقی ها رو گفته، شما هم تو ذهنتون جا افتاده. اونی هم که تو گوشی به شما میگه تو ذهنش جا افتاده. من کتاب شما رو از اول تا آخر 2 مرتبه خوندم. باریکلا. بار سومم پس بخون لطفاً. حالا یه کلمه هم بشنوی از کاندیدای مشنگ و نخودی نظام، یعنی قرضی. آهای قرضی، نوبت جفتک توه، برو بریم. علت اصلی این که تولید راه نمیفته مال این که تورم 20%، 25%، 36%، 40% اینطوریه. اینطوریه؟ چطوریه؟ 20%، 25%، 36%، 40%، دیگه چی؟ خب همین تو برو بالا دیگه، 60%. نکنه تو هم از ترس این که مثل عارف صداتو قطع کنن با اشاره اتاق فرمان تو گوشید به همین 40% رضایت دادی؟ جمع کنیم بابا این بساط مسخره بازی رو. ملت ایران اول و آخرتون رو میکنن توی زباله دو. نه این خوبه نه اوشون، لعنت به سر تا پاشون. پرده ها رو گسستن، این دفعه از رو بستن. تب مخاصمه کرد از رهبری سرایت. تو شیب سرنگونی آخر خط همینه. دیکتاتورای بدبخت میشن اسیر ذلت. نه این خوبه نه اوشون،
لعنت به سر تا پاشون.